سلام همشهریان عزیز، خوبی شما؟ شما خوبه؟ خانواده خوبه؟ امروز شما اومدیم ما برو آرام در خدمت شما هستیم. بفرمایید با هم بشیم درون. بفرمایید داخل در خدمت شما هستیم. بفرمایید. این مبلای خیلی خوبی داره، همه نرم، فنردار، عالی و اقتصادی هم فنه، نقدی هم فنه. خیلی نقدی خیلی ارزان‌تره، اقتصادی هم شما راهیه، با فیش کارمندی هم فنه، چکی هم کار کنه شما. مبلای خیلی خوبی هم داره، خیلی عالی. نیامون نارخوری خوبی داره، نارخوری میزان. آره خیلی خوب، خیلی خورم 4 نفره 6 نفره. خوشخوابای خوبی داره، خیلی خوشخوابای خیلی خوبی، خیلی میزان. آره میزای خیلی خوب، مبلای عالی داره، فنردار، خیلی خوشگل. همشهریان عزیز در خدمت مدیریت مبل آرام هستیم. ببینیم شرایط فروش ایشون چطوری است، از خودشون بیشترید در خدمت شما هستیم. آقا بفرمایید. همشهریان همیشه توضیح بده چی تو چه است. شرایط ویژه‌ای که برای همشهری خودمون گذاشتیم، اقساط 6 ماه گذاشتیم بدون پیش پرداخت، بدون هیچ گونه پولی. بعد یه اقساط 1 ساله گذاشتیم برای بازنشستگان عزیزمون که با بازنشسته یا مستقیم بگیران تامین اجتماعی هستن. بعد کسایی که خرید نقدی هم دارن یه شرایط ویژه برای اونها گذاشتیم، 5 تا 10% فروش نقدی گذاشتیم براشون برای تخفیفات ویژه. بعد یه خوبی که کارهای ما داره، همه مدل‌های کارهای ما رنگ‌بندی تغییر میکنه. تنوع در مدل و تنوع رنگ داریم، حتی سرویس خواب، حتی سیسمونی. اونایی که جایزه میخرن باید دو فردا فکر جایزه‌ش هم باشیم، چیز سیسمونیش هم باشیم براشون. همه رو برای چیز به عنوان اقساطی بهشون تقدیم میکنیم. حالا تنوع در کارا که از اول هم بوده و ما در خدمت هستیم. برای اونایی که جایزه هم دارن، بخوام برای جایزه خرید کنن، یه تخفیف ویژه هم برای اونا در نظر گرفتیم. آره مرسی. همشهریان عزیز، این مدیر مبل آرام از شما محبت کنید، با دستی باید در خدمت شما هستیم. آدرس هم چهارراه توچا، مبل آرام بیمشینای بزرگ در خدمت شما هستیم. کوچیکشو جمع بیداری شماره 2 در خدمت شما هستیم. متشکرم، خیلی ممنون از شما. ایشان در خدمت شما انجام وظیفه کنیم.